اطفال نازنین، السلام علیکم. خدا کنه جور و صحتمند آمده باشین که درس جدیدتان را، ساختن کلمات را باز هم گوش کنین و چیزهای نو یاد بگیرین. درس خود را باز هم با کلمه مبارک بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. در درس امروز میبینیم که چه باره بیاید، چطور نوشته میشه و چطور تلفظ میشه. چه وره چر. ببینید چه وره به این شکل نوشته میشه، مثل چر در چرب. چرب در کلمه چرب، یک بی با چر آمده چرب شده. چرب. این کلچه ها را که میبینین، تصویر کلچه ها را ای در روغن پخته شده و بسیار چرب است. چرب یعنی بسیار روغنی است. چوره در کلمه چرب. چرب. یک بی با چوره آمده با کلمه چرب شده. چرب. و حال کلمه دیگر میبینیم که اگر هی و ری با هم بیاین چطور نوشته میشن و چطور تلفظ میشه. شما ببینین هی و ری هر به این شکل نوشته میشه و هر تلفظ میشه. هر مثل هی و ری در کلمه حرکت. ببینین مترک حرکت کرده، صدایش بشنوین. هی و ری در کلمه حرکت. هی و ری در کلمه حرکت. با هی و ری یک کاف و ته یک جای شده، کت. حرکت شده. حرکت. و حال میبینیم که خیوری. خیوری را میبینیم که به این شکل نوشته میشه و خر تلفظ میشه، مثل خیوری در کلمه خرس. خیوری یک سین امرایش آمده، خرس. صدایش بشنوید، صدای خرسه. خیوری در کلمه خرس. یک سین با خیوری آمده خرس شده. خیوری در کلمه خرس. دیگه درستان تمام شد. خدا کنه یاد گرفته باشین. خدا حافظ. اگر چینلتان را سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین.